امروز در خدمت جناب آقای حاج آقا داوود اصفهانی عزیز هستیم. برای سرمایه گذاری به قبرس شمالی تشریف آوردن و افتخار اینو داشتیم که در خدمت ایشون باشیم و جنبه‌های سرمایه گذاری توی قبرس رو به ایشون معرفی بکنیم. از زبان خودشون می‌خوایم بشنویم که چطور بوده خدمات شرکت و مناطق سرمایه‌گذاری که بهشون معرفی شده. فرجت خیلی متشکرم، ممنون. من آقای کساییان و همکارشون رو یه آقایی بهم معرفی کردن و اومدم اینجا مقایسه می‌کردم با دبی، با تهران. اینجا یه جای نوعیه، به نظر من بد نیست برای سرمایه گذاری و خیلی اصرار دارم یه جایی رو اینجا بلکی بخرم و بیشتر بیام برم. جای خوبیه، تفریحیه، خیلی بی دردسر، رفت و آمدش از نظر امنیتی مشکلی نداره الحمدلله. پروژه هایی که تو این چند روز توسط مشاوران ما به شما نشون دادن، آیا از لحاظ متریال، کیفیت، قیمت، لوکیشنی مورد پسندتون بوده؟ پروژه های متعدد و ساختمون های زیاد، ویلا، آپارتمان محبت کردن، به ما نشون دادن. من ازشون بی نهایت سپاسگزارم. قبل از اینکه بیایم بسیار نگران بودید. میخواستم ازتون سوال بکنم که الان دغدغه‌هایی که در ایران داشتید الان به چه صورت هستش؟ به هر جهت من نگران بودم. آدم نمیدونه کجا مراجعه بکنه، چیکار بکنه. بعد از اینکه با شما آشنا شدم، خداوکیلی به دل نشستین و هیچ مشکلی ندارم و احساس آرامش میکنم. مطمئن دارم سرمایه گذاری میکنم. ببینیم خدا چی میخواد دیگه، ایشالله که خیره. ممنونم، باعث افتخار ماست که در کنار شما بودیم و تونستیم این حس امنیت رو برای شما داشته باشیم.